در اینجا هم غارهای مصنوعی خوشمنظره و نیمه ویران پوشیده از خزه و هم فواره‌ها و حوضچه‌های مخصوص پرورش ماهی حوض و ماهی‌های زرین و تپه‌ها و آلاچیق‌ها و گلخانه‌های گران قیمت وجود دارد. و این باغ عالی و بی‌نظیری که با دست اجداد و پدران گراف ایجاد شده و این همه گل‌های سرخ درشت و زیبا و غارهای شاعرانه و خیابان‌های مشجر بی‌انتها داشت وحشیانه متروک مانده و تحت تسلط علف‌های هرزه و تبرهای دزدان و کلاغ‌هایی که از روی بی‌اعتنایی آشیانه‌های زشت خود را روی درختان کمیاب می‌ساختند درآمده بود. مالک شرعی این باغ هم کنار من راه می‌رفت و حتی یک عضله چهره سیر و مستش هنگام مشاهده این باغ متروک و بلنگاری که در حق آن می‌شده به ارتعاش نیامد، گویی او اصلاً صاحب این باغ نبود. فقط یک بار و آن هم از فرط بیکاری به مباشر گفت که بد نمی بود اگر روی کوره راه‌های باغ شن می‌پاشیدند. وی توجه خود را به شنی که هیچ احتیاجی به آن نبود مبذول داشت، ولی درختان لخت و اوری را که در فصل زمستان از بین رفته بودند و گاوهایی را که در باغ پرسه می‌زدند ملاحظه ننمود. اوربنین در جواب این گفته پاسخ داد که برای مراقبت از باغ احتیاج به 10 نفر کارگر است و چون حضرت والا اراده نمی‌فرمایند در ملک خود زندگی کنند، خرج پول برای باغ اضافی و غیر لازم و بی‌ثمر است. گراف مسلماً با این دلیل موافقت کرد. اوربنین دست خود را تکان داد و گفت تازه راستش را بگویم وقتش را ندارم مشغول باغ بشوم. تابستان‌ها تو مزرعه هستم، زمستان‌ها هم تو شهر گندم می‌فروشم. دیگر وقت این نمی‌ماند که در فکر باغ باشم. تمام زیبایی خیابان مشجر به اصطلاح اصلی در درختان کهن و پرشاخ و برگ زیزفون و در انبوه گل‌های لاله‌ای بود که به صورت 2 نوار رنگارنگ در تمام طول آن خیابان امتداد داشت و در نقطه‌ای دوردست به لکه زردی منتهی می‌گردید. آن نقطه آلاچیق سنگی زردرنگی بود که زمانی بوفه و بیلیارد و آلات بازی با گوی و بازی‌های چینی در آن موجود بود. ما بدون اینکه هدفی داشته باشیم به طرف آلاچیق رهسپار شدیم. در مقابل در ورودی آن موجود زنده‌ای که اعصاب همراهان ترسوی مرا تضعیف نمود از ما استقبال به عمل آورد. گراف ناگهان دست مرا کشید و در حالی که رنگ و روی خود را می‌باخت جیغ کشید نگاه کن مار. مرد لهستانی یک قدم عقب نشینی کرد، با حالتی بهت‌زده متوقف گردید و دستهای خود را دراز کرده انگشت‌ها را از هم باز کرد، گویی سد راه شبحی می‌گردید. در بالاترین قسمت پلکان کوچک نیمه ویران مار کوچکی از دسته افعی‌های معمولی روسی دراز کشیده بود. مار پس از اینکه ما را دید سر کوچک خود را بلند کرد و به جنبش درآمد. گراف یک بار دیگر جیغ کشید و پشت سر من پنهان شد. اوربنین در حالی که پای خود را روی اولین پله می‌گذاشت با تنبلی گفت حضرت والا نترسید. اگر بگزد چطور؟ نمیگزد. تازه باید گفت که ضرری نیست، زدن همچون مارهایی را خیلی بزرگ جلوه دادند. مرا یک بار مار پیری نیش زد ولی به طوری که میبینید من نمردم. اوربنین آه کشید و از وارد شدن به مبحث اخلاقیات خودداری نکرده گفت نیش انسان از نیش مار هم خطرناکتر است. و در حقیقت امر هم همینطور شد. هنوز مباشر از 2 پله بالا نرفته بود که مار راست شد و صاعقه وار در شکاف بین 2 تخت سنگ فرو رفت. وقتی که ما وارد آلاچیق شدیم موجود زنده دیگری را مشاهده نمودیم. پیرمرد نسبتاً قد کوتاهی که کت سرمه‌ای رنگ و شلوار راه بر تن و کلاه سوارکاران بر سر داشت روی میز بیلیارد کهنه و رنگ و رو رفته‌ای که ماهودش پاره شده بود دراز کشیده بود. پیرمرد در خواب عمیق و شیرینی فرو رفته بود. مگس‌ها در اطراف دهان بیدندانش که شبیه جوف درخت بود و روی بینی تیزش میلولیدند. این پیرمرد با آن اندام لاغر و بی حرکت و دهان باز خود شبیه جسدی بود که همکنون برای تشریح از مرده‌شویخانه آورده شده باشد. اوربنین او را تکان داد و گفت فرانس. پس از اینکه اوربنین 6-7 بار هلش داد دهان خود را بست بلند شد، همه ما را با چشم‌های خواب‌آلود برانداز کرد، دوباره دراز کشید و در خواب غوطه‌ور شد. لحظه‌ای بعد دهانش مجدداً گشوده شد. مگس‌هایی هم که پهلوی بینی‌اش می‌لولیدند باز از لرزه خفیف ناشی از خرناسه به جنبش به حرکت درآمدند. اوربنین آه کشید و گفت خوابش برد، خوک بی‌مصرف. گراف پرسید مثل اینکه تریخر باغبان ماست. خودش از هر روز همین حال را دارد. روزها مثل مرده‌ها می‌خوابد، شب‌ها هم قمار می‌کند. می‌گویند که امروز تا ساعت 6 صبح ورق بازی کرده. معمولاً چه بازی می‌کند؟
قمار می کند. بیشتر هم استوکالکا بازی می کند. استوکالکا. ای خدا. اما حالا گراف میگه اما همچو آقایانی که نمیتوانند خوب کار کنند آنها فقط مفت و مسلم حقوق میگیرند. اینجور خوب ترجمه نکرده. خواسته بگه مثل آقاها زندگی میکنه، مفت و مسلم. اینا حالا چه اصطلاحی رو بکن برد نمیدونم. اوربنی متوجه موضوع شده با شتاب و عجله گفت حضرت والا، من این موضوع رو برای آن به شما نگفتم که از او شکایت کرده باشم و اظهار عدم رضایت بکنم. خیر، همینطور میخواستم افسوس بخورم که چنین آدم با استعدادی دچار چنین مصیبتی شده، اما باغبان آدمی زحمتکش، آدمی بدی نیست و بیهوده حقوق نمیگیرد. ما یک بار دیگر به فرانس قمارباز نگاه کردیم و از آلاچیق بیرون رفتیم. از آلاچیق هم به طرف در کوچک باغ که به طرف مزار باز میشد رهسپار گردیدیم. در کمتر رمانی است که در کوچک باغ عهدهدار نقش بزرگی نباشد. اگر خودتان متوجه این موضوع نشدید، از پولیکارپ من که طی زندگی خود رمان‌های وحشت‌آور و غیر وحشتناک بسیاری مطالعه نموده بپرسید و او به طور حتم این حقیقت کوچک ولی با وجود این دارای جنبه مشخصه را برای شما تایید خواهد کرد. رمان من هم فاقد در کوچک باغ نیست، ولی تفاوت در کوچک رمان من با سایر درها در این است که قلم من مجبور خواهد شد عده بسیاری بدبخت از آن عبور دهد، چنانکه حتی یک نفر خوشبخت هم بین آنها یافت نمی شود. در صورتی که در رمان‌های دیگر فقط عکس این مطلب دیده می شود. از همه بدتر هم این است که من در کوچک یاد شده را توصیف کردم، ولی نه به عنوان رمان نویس بلکه به عنوان بازپرس دادگستری. از این در کوچک عده بیشتری جنایتکار عبور خواهند کرد تا عاشق. یک شب بعد ما به کمک چوب دستی به قله تپه‌ای که در حوالی ما به نام کامنیا نمیدونم چی شهرت داره صعود کردیم. دهاتی ها یه نوع مقبره سنگی هستش. دهاتی ها افسانه‌ای درست کردن که زیر این تل سنگی جسد خان تتاری که می‌ترسید بعد از مرگ مورد اهانت دشمنان واقع گردد و لذا وصیت کرده بود کوهی از سنگ بر روی جسدش انباشته شود مدفون شده است، ولی حقانیت این افسانه بعید به نظر می‌رسد. طرز قرار گرفتن تخت سنگ‌ها و وضع آنها نسبت به هم و بزرگی هر یک از آنها دخالت دست انسان را در ایجاد این تپه منتفی می‌کند. تپه مذکور یگانه تپه‌ای است که وسط کشتزارها وجود دارد و شبیه به شب کلاه واژگونی میباشد. خدای من خسته شدم.